دادگاه شهری دوشنبه بحث مالکیت محیدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را به فایده دولت حل نمود. محیدین کبیری می گفت این اموال به او و فرزندانش تعلق ندارد. این دادگاه قرار دادگاه شاه منصور را به تغییر گذاشت که بر اساس آن بیش از 20 منزل و تالار سودا در دایره پرونده محیدین کبیری باید به نفع دولت مصادره شوند، اما ساکنان این منزل ها از این قرار دادگاه ناراضی اند. یگم دلیلی وای نبود برای دلیل چی؟ این ساکنان میگویند که منزل های خود را برای عوض مبلغ از نزدیکان محیدین کبیری خریدند و نباید که آنها قربانی بحث مقامات با کبیری شوند. اسمت الله نرزولف که از حق پسرش در دادگاه حمایت میکرد گفت این قرار نادرست است. ما خانه را در یک چیزی وای خریدگی بودیم با مقدار 15-20 هزار دلار تعمیر کردیم. اگر در شکل اساسی ریونده بگیرد اینا در کجا عدالت است؟ در خانه کی زندگی میکرد؟ در خانه فرزند ما با 7 فرزندش. اگر که اونور بیرون کنه چی میشه حالا؟ اگر بیرون کنه در کوچه بمونه، ما جای ندارم خود ما سر ما پناه کنیم. روز 24 اپریل کلیگ عاید به پرونده های گرجدنی دادگاه شهر دوشنبه قرار حبس مالکیت بیش از 20 منزل و مرکز سودا را در شهر دوشنبه درست حسابید. دادرس پرونده ضمن قرائت حلنامه گفت دعواگران این منزل ها صاحب ملک بودن خود را در دادگاه ثابت کرده نتوانستند. به این خاطر به گفته دادرس قرار دادگاه ناحیه شاه منصور به تغییر و شکایت کاساسیونی چند نفر برای این منزل ها رد کرده می شود. بحثی مذکور از آنجا سر زد که دادستانی کل خواسته بود خانه ها و تالار سودای مربوط به محیدین کبیری و فرزندان او به فایده دولت مصادره شوند. با باور مسئولین دادستانی کل، محیدین کبیری و نزدیکان او این اموال را به نام دیگران ثبت کردند.